السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استروا بچه جان ببینن چه خبیس پیش بیاد. نمیدونم پیش کتیفم بیس. اینا با امروی بچه رسیم Ya yani ruski človek. A ti ni ruski človek? Ti ki? من عمر. عمر. بچه کی؟ بچه فیصله. برادران عزیز انشاءالله که این بچه جان ما یه زنی رسیم استوجی که بسو کم که گذارد مگه برسو کم که مونده بچه دیم که ما مایده ترا و عزوکش بعضی کمیتری نیستن که یعنی فرزند رسیش دیگه خلقاب میزنه فرزند توجیکش خوب نیه نمیکنه همتری کمیتریشون رو کور کردن. مهم که الحمدلله هم فرزند هستن، چه زنی روسی باشه چه زنی توجیکی باشه، کسی که زنی روسی داره کنی زنی توجیکی داره، الحمدلله فرزند از جانب الله امانت است. برای هر یک پدر و مادر فرض است که فرزند از لقمه حلال نان بته، لقمه حلالش بته. از هر انسانی که فرزند از لقمه حرام از راه دزدی یعنی بخورونه بپوشونه، سبحان الله آینده فرزنده نمیدونیم چی میشه. از همون خاطر حرکت کنیم فرزندها را علم مفیده، علم حلاله نصیب مثلا که تربیهشون بتین از لقمه حلال و تربیه خوب و علمی که فایده یاره در جامعه و علم انشاءالله تربیهش بتین و بخورونه بپوشونش انشاءالله تا اینکه فرز آینده خدمتگار دین مبین اسلام باشن و مثل اینی قری عمر انشاءالله. نه؟ انشالله. انشاءالله. یعنی مطلب ما همینه فرزند برای اون است که تربیه خوبش بتیم بعد از مرگ ما و شما در حق ما دعا کنن، چنان که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقت که فرزند آدم از دنیا بگذره تمام عملهاش بسته میشه به جز سه. یکی از اونها فرزند صالح هستند، دیمش صدقه جاریه. صدقه جاریه همین است که یعنی الحمدلله هر کجایی که اگه چیز بنیو کرده، دیمش فرزند صالح، سیمش او علم ينتفع به. اگر هر یک دیم و شما اگر که علم داشته باشیم، علم قرآن است، علم احادیث است، علم فقه است، علمی که است که در از اون علم فایده میاره بر جامعه را، اون صدقه جاریه است. تا زمانی که علم استفاده میبرن الحمدلله ثواب نامه اعمال ما و شما نوشته کرده میشه. از همون خاطر کدام که فرزند دارین و مثل این قری عمر حرکت کنین تربیه خوبشون بتین تا اینکه آینده بعد از مرگ شما در حق شما دعا کنن. اگر فرزند صالح باشه الحمدلله که از اسلام با خبر است، در حق پدر یک حج بدل میکنه یا اینکه خیرات و صدقات میکنه یا اینکه یعنی نزد منزلش میره نزد قبرش میره دست به دعا میکنه پروردگار این پدری مرا گناهاش عفو مغفرت بگردان. یعنی علم که الحمدلله که فرزند صالح باشه منفعتش هست. وای به حال انسانانی که فرزندهای ظالم دارن که در حالت زنده بودنشان پدراشون نگه نمیکنن. از همون خاطر چقدر که ما برای پدر مادرامون خدمت خوب کردیم و انشاءالله که فردای فرزندای ما 10 برابر زیادتر خوبتر میکنن. اگر چقدر ما بد رفتار کردیم نسبت پدرامون، فردای فرزندای ما و شما برای ما 10 مرتبه بدتر رفتار میکنن. از همون خاطر امانت خوب نگه بدارین تا اینکه بگه امانت یعنی خیانت نکنه و سلوجیت کنه در دین مبین اسلام، خدمتگار باشه. با اون خاطر برادران عزیز در حق انشاءالله قری بچه عمر دعا کنه که فردا یعنی به مثل امام بخاری و امام مسلم باشه در جامعه خدمت کنه، یعنی فایدهش انشاءالله که در ملت اسلام انشاءالله که برسه و در ملت توجیک. خب با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.